سلام برابکس یوتیوب، سهیل اقتصادی هستم. امروز اومدیم با پادکست 67 دوباره با محمد و هادی. امیدوارم که جدی بگیرین این موضوع رو و این هفته یه بار این برنامه نگاه کردن واسه چند سال آینده میتونه زندگی آدمایی که اینو بهش کامیت کنن عوض کنه و کاستی هم نداره، مجانی. یعنی فقط داری تو توالتی تو ماشینی بذار نیم ساعت این برنامه رو گوش بده، 20 دقیقه هر چقدر که هستش و هر دفعه موتیویت میشی که این کارو بکنم. دارم بهت میگم منی که خودم میشینم اینجا زر میزنم، اگه خودم بهش فکر نکنم شروع میکنم گند زدن. یعنی یه جوری شروع میکنم گند زدن پراکورکت بریزه. یعنی مثلا توی 2 هفته میتونم مثلا همه چی بگم بکشم. باور نکردن این چه آدم احتیاج داره هی ریمایند بشه. خب برابک سلام، حالتون چطوره؟ سلام. آقا محمد پشت دوربین خیلی بامزه است. با چیز دوربین خود چیز جدی میشه فکر میکنه اخباره. اینم بگم بهتون اخبارش بشه. آخه بحث جدیه، بیزنسیه. پس چرا شب ولی تو که شورت پاته حالا امروز اومدی. نمیخواستم بگم دیگه شوخی علکی نکن، این برنامه جدیه. اوکی. خب آقا برنامه این اپیزود راجع به از نظر اقتصادی و بیزنسی راجع به بهره میخوایم صحبت کنیم و راجع به تورم ولی بهره. چون بچه‌ها سوالشون بود که چطوری میشه با یه دونه اینترست میشه بهره دیگه، به فارسی درست میگم؟ بله. چجوری میشه با یه بهره ساده مثلا 7%، 9%، 10%، 11% به این پولای وحشیانه رسید 1 میلیون 2 میلیون؟ من نمیدونم سوال کجاست. یعنی مثلا میگه مثلا چطوری میشه یه سری خط بذاری رو دیوار بعد یکی بیاد اینو بخونه؟ بهش میگن نوشتن. این یک مدلی بهش میگن ریاضی. من نمیدونم چجوری برای ریاضی واسه شما توضیح بدم، ولی همین ریاضیه. حالا اگه شما تو ماشین حساب برمی‌دارین مثل آدم بی سواد میزنی 150 ضرب در 2000 هفته، خب آره عدد احمقانه میگی، ولی کل منطقش همینه که تو وقتی من حرفی که بهت میزنم و میگم مثلا تو انقدر سال میشه 1 میلیون، تو وقتی میای تو مثلا ماهی $150 $100، تو وقتی میای تو ماشین حسابت میزنی اوکی مثلا 50 سال 50 تا 52 هفته میشه نمیدونم 250 ماه یا 2500 هفته، بعد 2500 ضرب در 150 مثلا میشه $30,000 $400,000 چجوری میشه 1 میلیون؟ منطقش همینه. اون عددی که تو میگیری، اون پولی که تو گذاشتی، اون عددی که من میگم و ازش کم کنی، اون بهره‌ای که تو میگیری. و بهره خوبیش اینه که بهره واسه تو خودش شروع میکنه بهره آوردن. تو در واقع فرض کن وقتی 150 تا پول میذاری، $150 در میای ماه میذاری توی حساب پس اندازت که 10% میگیره مثلا S&P 500، تو در واقع 150 تا سرباز میذاری اونجا که کار کنن برای تو. این 150 سرباز بعد چند وقت میشن 151 سرباز، چون خودشون میدن از روی بهره که آوردن پولا سنتا میرسه به $1. پس حالا 151 سرباز دارن واسه تو میدن بهره بیارن. بعد چند وقت میشه 152 تا سرباز، 153 تا سرباز، ولی تو 150 تا گذاشتی. بعد به ماه که تموم میشه تو دوباره 150 تا دیگه اضافه میکنی، بعد اونا رو شروع میشه 151 152. برای همین همیشه اولین 150 تو میرسه به 1000 2000 تا سرباز یا 10000 تا سرباز. 150 آخری که میذاری به 151 هم شاید نرسه. اون 150 که 69 سالگی و 11 ماهگی میذاری، چه ماهی باشه واسه خدا؟ ما 66 و 11 ماه آخرین پیمنت تو میذاری، میگی دیگه تموم شد دیگه، من اینوستمنت دیگه نمیذارم، حالا دیگه خودت شروع کن کار کردن. چون اون موقع گنده شو خوش میکنه پول جنریت کردن. اگر 5 میلیون بذاری تو بانکت فکر میکنم میتونی ماه $20,000 برداری. خب حتما باید تا 67 بری که تموم شی پیمنتت، یا آره دیگه ببین قبلش نه قبلش اصلا نه بهش فکر میکنی. برات کار میکنه، خب به نفعت کار، برات چند جور 10 جور متفاوت کار میکنه. خب مهمترین چیزش عصبیه، چیزی که اصلا هیچ جا نمیتونی تو بنویسیش، نمیتونن. تو وقتی شب میری میخوابی، یا مثلا میگم شب میخوابی میری کازینو میبازی، بابات مریض میشه میره بیمارستان فلان بسار، این اتفاقا که میفته تو خیال راحته که منم بابا مریض شد، اگه اتفاقی بیفته من پولشو دارم بهش برسم. من خودم مریض شم چی؟ پولشو دارم. همین آسایشی که به تو میده شاید یکی از مهمترین 2 تا چیز تو زندگی مهمترین چیزه. یکی رابطه، یکی وضع مالی. یعنی تو اگه رابطه خوب داشته باشی، با وضع مالی خوب داشته باشی، زیر پل باشی، نمیدونم توی بنگلادش یه جای بدم باشی، مسموم هم شده باشی، خوشحالی، ته روز خوشحالی. به قول معروف میگن خدا رو شکر میکنی. این از نظر روحیش. بعد از اون ور خب
تو مثلا میگم میخوای بری یه کاری بکنی، من یه روز میگم که آقا این زمین بغلی ما خالی افتاده الان، اگه ما اینو بخریم به خونه من وصلش کنیم میتونیم یه دونه 12 تا یونیت بسازیم، 3 طبقه 12 یونیت اجازه میده دولت مثلا. بیا 1 میلیون بذار. خب آدما معمولا 1 میلیون دلار ندارن. اگه یادتون باشه اپیزود قبل هادی میگفت یارو که داره سال 1 میلیون در میاره میگه $10,000 پول ندارم اضافه، دیگه چه برسه به 1 میلیون. و من اینو زیاد دیدم، آدمایی هم که پول دارن فقط هی خونه‌هاشون گرونتر میشه، ماشیناشون گرونتر میشه و حتی اینوستمنتاشون قوی تر میشه، ولی پول ندارن. ولی وقتی تو پول داشته باشی کنار، میتونی بری بر علیه پولت قرض بکنی و همون قرض کردن تو داری از خودت پول قرض میکنی، نه کسی باید بهت اجازه بده، نه کسی باید فرمی پر بکنی. میری اونجا میگی آقا من 1 میلیون پول دارم، 300 تاشو به من قرض بدین، میگم بیا، از خداشونه، چون دارن بهره‌تو میگیرن، بهره کم هم میگن 4-5% بیشتر نیست، پولشون سکیوره، خیالشون راحته. تو هم که نمیخوای بری مثلا احمق بازی در بیاری. کسی که داره به این فهم رسیده که این پول رو جمع میکنه در خیلی شرایط 100% به این پول دست میزنه که میگه اوکی یه پراپرتی اومده، ما بدترین سناریو مثلا میخوایم بگو $50,000 ضرر بکنیم، بهترین سناریو $200,000 سود میکنیم، پس این میارزه واسه من میرم تو این بازی. میری 300 تا از این پول قرض میکنی، انجام میدی، یا 250 پس میدی یا 550 پس میدی. خیلی اتفاق خفنی نمیفته. 50 تا هم که پس میدی اونجا بدهکار میمونی، به اینوستمنت دست نمیخوره. 50 تا بدهکاری، تو اول پولی دست میاد بدهکاری رو پس میدی. یعنی همین حساب کتاب تو زندگی درست میکنه، انگار خودت میشی بانک خودت. و مثالی که زدیم و هادی خیلی دوست داشت همین مثال خونه ساختنی بود که زدم. تو وقتی یه خونه رو میسازی، واقعا اگه خونه 12 ماه طول بکشه ساخته بشه، تو 11 ماه و 22 روز توی پروسسی بری تو خونه، اینجوری هم که راه بری بیای بیرون 3 جات خاکی شده. اینجوری لباس سفید مالی نگاهی که اومده اینجوری مثلا به رنگ زده وقتی تازه حواست هم بوده. چرا؟ خونه کثیف کثافته. هفته بعد میای خونه میخوای بخوابی رو خونه غلط بزنی، انقدر تمیز و خوشگل، همه چی برق میزنه، یه دونه دنت بخوره تو دیوار دیگه میدونی او اولین سوراخ خونه درست شد. اینم همچین حالتیه. تو با ساختنش طول میکشه و هیچ وقتی تو توی اون 11 ماه یا 67 سالی که تو بری بهش نگاه کنی خوشگل نیست. میبینی چیزا رو ولی خوشگل نیست. خوشگلی تو آخر میبینی، واسه این باید وایسی تا تاش که بره جلو. این وایسادن روی این داستان که به این پول دست نزنی و فراموش کنی واسه خود 67 ساعته مهمترین کار داستانه. هادی ببین بیا تو داستان یه نظر بده. من هم نظر میدم، هم چون من یه ذره گیکم و درس و اینا زیاد بدم، یه ذره حالت مثلا ریاضی و ایناشه پشت قضیه رو یه بار باز میکنم، حالا ویدیوشو میفرستیم ادیتور خواست نشون بده. و یه داستانم، یه مثالی که از یه تو اخبار دیدم هفته پیشم میزنم که یاد پادکست خودمون افتادم. ببین همه اکسل دارن، امیدوارم که اکسل دیگه بلد باشن دیگه. مایکروسافت اکسل ساده ترین چیزیه که میتونی کامپیوتر رو باز کنی، یا آفیس داری یا آنلاین، گوگل شیت داری، این رایگان. بعد بیا بزن ماه، بعد یه ستون بذار 1 2 3 4 5 تا 67 سال ضرب در 12 ماه، یه عددی همجوری ستونا رو بذار سر. بعد جلوش بنویس پول بالانس. اگه ماه اول $1 داشته باشی، بر فرض اینکه این توی سهامی گذاشتی که سالیانه داره به 10% سود میده، 10 رو باید تقسیم بر 12 کنی، ببینی هر ماه چقدر بهت سود میده. $1 هر ماه میشه $1 و 1.0083 $، یعنی نزدیک 8.3 سنت، ببخشید کمتر، 0.8 سنت پولت زیاد میشه ماه بعد. خب ماه دوم که تو $1 دیگه گذاشتی میشه $1 و 0.8 سنت به اضافه $1 که این ماه جدید گذاشتی میشه 2.0008. بنابراین $2 نداری، 2.0008 داری. حالا برای اینکه عدد راحت، نه 0.008 ببخشید، آره 0.08 درست، 2 تا 0.8. و حالا مثلا مثالی که هفته پیش سهیل داشت میزد و خیلی پرسیده بودن، طرف ماهی مثلا میگفت $150. ماه دوم تو $300 نداری، $301 داری. ماه سوم $450 نداری،
2 ماه، یعنی ماه اول یه دونه سود اومده، ماه دوم سودی اومده که از ماه دوم هم پول گذاشتی و یه ذره هم سود کوچولو اون داشت، اونم سود اومده. بنابراین به جای $450 $454 داری. خب من حالا اینو نوشتم جلو خودم، هر 10 سال یه بار عدده رو بعد میخونم. 10 سال بعد شده $31,000. میگی توی $31,000 چقدرش اینترست بوده یا اونو نمیتونی بفهمی الان؟ چرا میتونم بفهمم. تو 10 سال میشه 10 اونو میذاری 10 ضرب در 12 این میشه تعداد ماه ضرب در 150 ماهی. $18,000 پولت بوده، کل جمعت شده $31,000. یعنی 31,500 منو 18 $13,000 سود کردی تقریبا. یعنی 18 تا گذاشتی، 13 تا هم سود گذاشتی روش. تو 10 سال پولی که داری هنوز اصل سرمایت زیاده ولی داره برابری میکنه سوده. 20 سال بعد این شده $116,000. 30 سال بعد شده $345,000. من دارم عدد 1 میلیون یعنی دارم نگاه میکنم. 50 سال بعد 40 سال بعد شده $964,000. یعنی تقریبا داری به 1 میلیون میرسی بعد 40 سال. و اگر بگیم که توی 40 سال چقدر خودت پول گذاشته بودی، میشه 12 ماه ضرب در 40 ضرب در 150. این میشه $72,000. مگه میشه؟ آره باور نمیشه. $72,000 تو پول گذاشتی، 1 میلیون برمی‌داری. $964,000 داری. یعنی اگر 964 رو از این کم کنی $892,000 سوده. حالا یه دونه داستان بهت بگم برای تو الان جالب باشه که داری میفهمی. یه دونه داشت میگفت یه سری آدم اگر جنوری 2008 می اومدن اینو شروع میکردن و یه سری آدم می اومدن جنوری 2009 اینو شروع میکردن، بعد از 40 سال یکیشون 3 میلیون داره یکیشون 1 میلیون، فقط به خاطر اینکه یک سال زودتر. یعنی اون مثلا امسال S&P مثلا 40% رفت بالا دیگه. تو اگه پارسال شروع کرده بودی که وقتی دقیقا من خودم داشتم میکشیدم بیاین تو این 40% همشو میخوردی. ولی منی که 4 ساله الان تو S&P هستم، 3 سال گذشته هیچی سود نداشتم. یه دونه منها داشتم، یه سال منهای مثلا 3% داشتم، بعد یه دونه پوزیتیو نمیدونم 3% داشتی، بعد یه دونه پوزیتیو 4% داشتی که اصلا تکون نمیخورد، بعد یهو یه دونه 40 زد که تمام اونا رو ریکاور کرد. کسی که اگر الان اومده بود تو بازی خیلی سود برده، چون 40% یهو به پولش اضافه میگیره و این چون یهو اون سال اولت گنده شده و سال اول بیشترین پول به تو میده بعد از 40 سال، مثلا اون تو بیشترین سود رو میگیری. میفهمی چی میگم؟ خیلی جالبه. ما داریم میبینیم که اصل سرمایه داره لینیر میره بالا چون تو هر ماه داری ثابت میذاری. خب اما این رشدت اول اینجاست، اصلا دیده نمیشه اینقدر پایینه، ولی رشدت نمایی میره بالا، اصل سرمایه رو رد میکنه، بعد تو اینقدر داری. یعنی اصل سرمایه بعد 60 سال اینقدره، سودت اینقدره. خب حالا بیایم 2 تا بخش بکنیم این پولو. چه آمریکا اینجوریه، تو میتونی پولتو از درآمدت کم کنی، مالیات کمتر بدی، ولی اون اصل پولی که گروس اینکامت رو بذاری و رشد کنه توی 65 سالگی یه پول قلمبه داری که الان اگر میخوای استفاده بکنی الان وقتشه که مالیات اونو بدی، بنابراین سود تو هم شامل مالیات میشه. خب اینو آدمایی که یه ذره وایزن توی آمریکا انجام میدن. این فروبانکی دارن برای خودشون، مثلا یه چند میلیون دلار وقتی 65 سالشون شد سرمایه جمع کردن که از باهاش زندگی کنن. آدمایی که خیلی بیشتر پول دارن این کارو که میکنن هیچ، بعد بقیه پولشون رو میذارن توی راست فروبانکی، ROTH فروبانکی. چیکار میکنه؟ میگه من الان سالی $25,000 میخوام بذارم توی این فروبانکی، همین الان مالیاتشو میدم 30% یا هر چقدرش که هست، مالیاتشو میدم، میشه 18,000 تا. 18,000 تا رو میذارم اونجا این رشد کنه، چون مالیاتشو دادم سودش هم بهش مالیات نمیخوره. این لوپ هولیه که دولت گذاشته رشد سرمایه. خیلی میگن خوبه به خاطر اینکه میگن مالیات فقط قراره بیشتر و بیشتر بشه
و تورمم بیشتر میشه. مثلا تو اگه الان بدی به نفته. همون کاری که تو میکنی واقعا کار خوبیه که واقعا نصف میکنی، همه تخم مرغ هم تو این سبد نمیداری، یه فروبانک معمولی داری، سعی میکنی که حالا بعدا درآمد تو پایینتر نگه داری آفیشالی که حتی اونی مالیاتی که میدی هم کم باشه، اما در کنارش اینو داری که هر چقدر مالیات بره بالا تو دیگه اصل سرمایت و کامل مال خودته، 100%ش مال خودته. خب این بخش ریاضی داستان که خب امیدوارم خب مردم متوجه شده باشن و خودشون برن نگاه کنن، خیلی پیچیده نیست. خبری که دیدم اینه که یه نفر 7 سال و 10 ماه و 12 روز پیش همینجوری مثل سهیل اومده گفته که آقا من روزی $30 کار ندارم قیمت بیت کوین چقدره، هر روز $30 میخرم. بعد از 7 سال و 10 ماه و 12 روز پولی که کلا از جیب گذاشته $83,000 بوده، ولی پورتفولیوی بیت کوینش الان $1,000,000. این تو توییتر یهو خبر اومد و همه چیز شد، چون بیت کوین الان تو اخبار بود و $100,000 رو رد کرد و اینا. یه نفر با هر روز $30 تونست 7 سال و 10 ماه به $1,000,000 اولش برسه. اینم خیلی جالب بود که دقیقاً همه حرفایی که تو داری میزنی فرق نمیکنه که حالا بیت کوین بخری، S&P بگیری، طلا بگیری اینا، ولی خب این کار یه ذره در هر روز یا یه ذره در ماهه که داره افکتشو نهایتاً نشون میده که اون سودی که فکر میکنی چیزی که سود منطقی داره بهت میده تو طولانی مدت میتونه عددهای بزرگتر بده. آره و مردم اینو نمیبینن. و یه بار من توضیح دادم، گفتم آقا آدم‌ها همه 3 تا زندگی دارن، یه دونه 0 تا 25، یکی 25 تا 67، یکی 67 تا بمیری. تو از استیج 1 و 2 به خاطر موقعیت و شعورت و چیزای دیگه میتونی پولدار بشی یا پولدار نشی، نمیدونیم. ولی برای 67 استیج 3 رو بخوای پولدار بشی، اگر حساب کتاب ریاضی رو استفاده کنی، با وقت تو هر دفعه میتونی پولدار بشی. با روزی $30 خیلی هستن که میتونن، خیلی الان میگه روزی $30 میشه $900 ندارم دادا، قبول، ولی خیلی ها دارن. خب صحبت اینه که اونایی که دارن چرا نمیکنن. یعنی اونی که الان $30 نداره فکر میکنه اگه داشت میذاشت، ولی اونم اگه داشت میشد مثل اینا که دارن و نمیذارن. من صحبتم با اوناست. خب پس حالا کسی که روزی $30 نمیتونه بذاره، روزی $3 که میتونه. کسی که روزی $3 نمیتونه دیگه 30 سنت که میتونه. مشکل اینه که میگه بابا 30 سنت چیزی نمیشه. من یه دونه جعبه پنی دارم اینجا، هر وقت این حرفو میزنم فقط اون جعبه رو میبینم. هر کی میاد توی خونه میدونه دیگه، واقعا امیز نمیشه با اون پنی. یعنی مثلا انگار مثلا پیکاسو آویزونه به دیوار. آره اصلا یه چیز جعبه خیلی سنگینیه. بعد مثلا من میگم سنگین، شاید کسی که داره نگاه میکنه تصوری ازش نداره، ولی واقعا نمیشه اونو بلند کرد. واقعا باید تکونش نمیتونی بدی. تکونش نمیتونی تکونش بدی واقعا. یعنی مثلا من مرد گنده دارم نشسته زمین، دو تا پا گوشه روش، تکون فشار داره، تکون نمیخوره. جعبه رو زمینه، تکون نمیخوره. خیلی اصلا چیز عجیبیه. و این قشنگ چیز قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. واقعا این یکی از قشنگ‌ترین مثالای که مثلا تو زبون ما هستش اینه. و هیچکی اینو جدی نمیگیره. من نمیفهمم چرا. مثلا این انقدر باید موضوع مهمی باشه که میگم باید مثلا مامان بابا چیز اولشون باشه که خاک بر سرم، مامان بابا ما اینو بلد نبودن، بیورزه بودن، پول شد هیچ چی پول نداشتن. چون دیگه این مامان بابا گاوم که باشن دیگه، مثلا حالا من دارم کانادایی صحبت میکنم دیگه، روزی $1 رو دارم برای بچه بذارن کنار دیگه. یعنی هیچ خانواده‌ای نیست که روزی $1 نداشته باشه. بعد من یکی از رفیقام رفته تو همین کار، برای کسی که مثلا برای منم ستاپ کرده، میاد ستاپ میکنه برای که مثلا اینوستمنت بچه‌ها تو از این حرفا. بعدش باهاش صحبت میکردم، میگفتم چطوری داستان. اولا که گفت من بزرگترین مشتریشم. گفت من مشتری شماره 1شم. گفت هیچ اندازه تو پول نمیذاره اولا. بعد تازه من این فقط یکی از اینوستمنتام با اینه، من 6 تا دارم، یکیش با اینه، این 5 تا با این نیست. I love you baby. الان داریم سرکار. بعد گفتش که هیچ کی دیگه نمیکنه. بعد میگم میرم با مردم صحبت میکنم، مخشو میزنم. این داستانا همینا گفتم که این داستانا رو بگم. گفت یکی صحبت کردم بچه داره، بچهش مثلا هم 2-3 سالشه.
گفت رفتم مثلا 3 هفته رفتم براش توضیح دادم، گراف بردم، همین چیزایی که تو میگی، اکسل کشیدم براش، بالا پایین کردم. یارو راضی شده به اینکه ماهی نمیدونم $30 $60 بذاره، این اصلا خیلی خیلی پایین. هم که میگم روزی $1 $2. بعد میگه بعد از 3 ماه زنگ زده که آقا اینو کنسل کن. بعد میگه میدونم درآمدش $7,000. یارو $7,000 در میاره، این $30 تو چششه، این $30 مزاحمشه. ولی اگه تو هر شرایطی زندگیش باشه یه دختر داف بهش بگه منو میبری کافی شاپ، میگه آف کورس. اون $30 هیچ وقت نمیبینه. ولی این $30 که براش قراره میلیون پول در بیاره، قراره گندش بکنه، قراره بچه‌شو آیندهش بسازه، این خار تو چش همه هست. بابای من داشته، چون مثلا مامان من میگه من داشتم برای شما جمع میکردم، بعد 7 تا شد بابا رفت خالیشون کرد. خب بابای من موقع احساس کرد که برم خالی کنم یه کار گنده‌تر بکنم، ولی من فکر نمی‌کنم لازم داشته اینو بکنه. یعنی میتونی ندیده بگیری که آقا من اینو ندارم. ببین من توی این 5-6 تا اپیزود که با هم حرف می‌زدیم همیشه سعی می‌کردم که دیولز ادوکیت هم باشم، اون برای قضیه هم ببینم که چرا این قولی که تو میزنی من طرف مقابله، چرا من این کارو نمی‌کنم و سعی کنم درک کنم آدما رو. چند تا چیز به ذهنم رسیده. یکی این که اطلاعات نویز خیلی زیاد میاد، یعنی ما تو دنیایی هستیم که نویز خیلی بیشتر از سیگناله، نویز خیلی بیشتر از اطلاعات درسته و آدما معیار اندازه‌گیری یا فهمیدن اینکه چه حرفی درسته چه حرفی غلطه رو خیلی وقتا ندارن. یعنی گوشی تو باز میکنی فقط اینفورمیشنی که داره میاد، اینستاگرام رو که باز میکنی فقط در مورد هر موضوعی علاقه نشون بدی تبلیغات شروع میکنه بمبارانت کردن. مثلا بگی اینوستمنت مالی، همینجوری برات میاد پشت سرم که آقا من کانال دارم 5 تا استاک هر هفته میگم بخری تمومه بستی. و با توجه به مثالهایی که دارن هی شک میکنه که ببین اینم شاید داره یه نفعی برای خودش هست داره این کارو میکنه، اینم حتما یه دستی یه کاسه زیر نیم کاسه. و فهمیدن این که چی درسته چی غلطه خیلی سخت شده. این یه چالنجه. و ریاضی داستانم یه چالنجه که تو میگی که آقا من یه راهی دارم گارانتی میکنه که نومته که الان کجایی تو به پولدارترین حالت خودت به سطح زندگی خودت میتونی برسی، ولی اون ریاضیه هنوز قابل فهم نیست. یه جایی باید مثلا طرف بشینه اعداد و ارقام ببینه، یه جایی باید کلیک بکنه این مغزه که قانع بشه. و این دوتا یه چیزن. و سومی هم این که توی تئوری ممکنه حرف تو رو خیلی ها بپذیرن چون اون تراست وجود داره، چون تو در سالهای سال نشون دادی مستقیم و غیر مستقیم که آدم قابل اعتمادی هستی. خب اما این احساس ناتوانیه هست که هنوز نمیدونم چجوری شروع کنم، هنوز بلد نیستم، هنوز نمیدونم خب برم از کدوم پلتفرم بخرم. خیلی ها ممکنه راضی باشن بیان بگن آقا ببین میشه من پولو بدم به تو اصلا اکانتمو بدم تو منیج کنی برام. اینقدر سخته که خودشون اون چیز اولیه رو بذارن که بفهمن. و خب همون صحبتایی که با هم داشتیم من همیشه دارم به این فکر میکنم که این پادکست ها میتونه به چی تبدیل بشه که این ابزار رو فراهم بکنه برای آدما. ولی خواستم این میان پرانتز بگم که اون طرف قضیه رو میشه فهمید که خیلی برای آدما میتونه اوورولمینگ باشه، به ویژه که چیزایی که تو میگی یک لایف استایله، یه چیزیه که همیشه توجه آدم رو هر هفته هر ماه میخواد. باید 40 سال این کار انجام بدی و این کار اصلا کامیتمنت آسونی نیست. خیلی‌ها میخوان وزن کم کنن، ممکنه 2 هفته برن جیم و هفته سوم یه مشکل دیگه پیش بیاد کلا همه چی رو بذارن کنار. و اینم مثل همینه، یعنی تو میتونه جو بگیره تو رو یه کاری بکنی. ولی من خودم در خیلی از اینوستمنت موفق اونجوری موفق شدم که یه چیز اتوپی یا اتوماتیک یه بار ستاپ کردم و بعد یادم رفته فراموش کردم و اون شده سرمایه من، چون برای خودش هر ماه رفته و بعد یه عدد قلم. آقا کارتون فیوچرناما رو دیدی؟ نه ندیدم. خب این کارتون رو بعد نگاه کنید چون باهوش ترین کارتون تیویه، یعنی اینو بهش جایزه دادن یه چیزی به عنوان باهوش ترین کارتونی که تا حالا ساخته شده.
خیلی خفنه داستانش یه بچه میره پیتزا دلیور کنه یه جا، بعد میخوره زمین، میفته توی دستگاه که یخ میزنه، بعد 1000 سال بعد باز میشه، بعد میره نوه‌شو پیدا میکنه که تو این فیلم خیلی پیر، مثلا 80 سالشه، بعد این خودش مثلا هنوز 20 سالشه. این داستان برنامه است. بعد یه روز داره رد میشه، یه بانک میبینه، بعد میگه من قبل از اینکه یخ بزنم همین بانکم بود، این بانک 1000 ساله به برجاست. بعد میره اونجا میگه که من اومدم اینجا حساب داشتم، خودم هنوز حساب دارم. بعد میگه آره تو یه حساب داری توش هم مثلا 70 بیلیون دلار پول داری. بعد میگه وا من که بدبخت بودم و اینا. میگه بذار ببینم، میگه مثلا سال 3000 دیگه، میگه سال 2000 تو حسابت 1 سنت داشتی و بانک ما هم 1% سود میده و الان شده مثلا 75 بیلیون. و من اونجا گفتم دو دیگه کامام، رفتم زدم تو ماشین حساب، یعنی واقعا اونجا کارتون رو پاس کردم، رفتم زدم تو ماشین حساب، دیدم آره اگر 1 سنت بذاری دیگه هم بهش پول اضافه نکنی با بهره 1% تو 1000 سال میشه 75 بیلیون. بعد مثلا پشمام ریخت. واو. اونجا فکر کن به جای 1 سنت یارو 2 سنت داشت. من فکر کنم به جای 1 سنت $1 داشت. بعد من به جای 1 سنت $10 داشت. میدونید داشتم می فکر می‌کردم چی میشد الان مثلا. بعد حالا میرم برای بچه فقط بگم تو اپیزود پولدار میشه، بعد یا خوشو گم میکنه چون از بدبخت بیچاره بوده، زنده میشه هیچی نمیفهمه، میشه این یارو، بعد یهو پولدار میشه، شروع میکنه رفتن کلاب و دختر استخدام کردن اینا. بعد دزدا میفهمن که پول داره، مخشو میزنن، پولشو میگیرن میدوزن. بعد تو آخر اپیزود دوباره بدبخت میشه. ولی این 1 سنته که تو این همه سال اینقدر پول رسیده بود، مثلا باورم نمیشد که واقعا مگه میشه این بهره اینقدر قوی باشه. واقعا بهره اینقدر قوی آدم نمیتونه بفهمه، فقط همین رو باید بفهمی که نمیتونی بفهمی. یعنی واقعا بهره دیوونه کننده است. و میگم من الان ستاپی که واسه بچه‌ام کردن با فقط ماهی 300-400 دلار، عدد دقیقش یادم نمیاد چقدر ستاپ کردم براشون، روزی که پاش بیفته دوباره حساب میکنم، ولی بچه‌های من فقط اگه ماهی 300-400 دلار بریزن تو حسابشون، و تازه دارم میگم بچه‌ها من 6 سالشه، یعنی تو تکنیکی 20 سال دیگه 400 دلار خیلی بی ارزش‌تر از الانه. یعنی انگار که دارم میگم مثلا 200 دلار الان بریزه، موقع مینیمم ویج مثلا احتمال شده مثلا 40 دلار، یارو بره 10 ساعت یه روز 400 در میاره مثلا. ادامه بده، هر کدومشون بالای 50 میلیون دلار پول دارن. موموکو 92 میلیون، پاشا 69 میلیون یا 72 میلیون 89 میلیون، تو اون رنج است. فقط به خاطر اینکه من اینو براشون 20 سال زودتر شروع کردم. اینو من میخوام بفهمین که چقدر وقت مهمه تو این داستان. یعنی مثال 1000 سالش رو شنیدی، اینم مثال 15-20 سالش واسه بچه‌های خودم که من که دارم خودم میکشم شاید 5 میلیون 10 میلیون داشته باشم وقتی که 67 سالم میشه، ولی بچه‌های من 1/10 من قراره بهره پول بذارن تازه تو آینده. یعنی 1/10 الان من میشه 1/20 آینده و 1/20 من پول بذارن و 50 برابر 10 برابر من پول داشته باشن، فقط به خاطر وقت. این اسمش، این واقعا اسمش میشه generational wealth که اینجا بهش میگن. اونی که پدر بزرگی که اینجا تو آمریکا باهوش بوده و اینو ستاپ کرده، حتی همین سیستم، یا پدری که این کارو کرده، الان فرزنداش یا نوه‌هاش خیلی وضعیت متفاوتی دارن و خیلی وقتا وقتی نگاه میکنی به اون آنترپرنورای موفق، حالا ظاهرش اینه که تو 2 تا کتاب میگی که این مثلا کالج رو گذاشت کنار و اینا، ولی این توی خونه ای بوده که این لایف استایل رو دیده. آره. کالج کنار گذاشتنش هم خیلی فرق میکنه با کالج کنار گذاشتن یکی که این منتالیتی نداره. و اونا یه جوری ستاپ میکنن این تراست اینا رو که مثلا تو فرض کن بدهی که روی خونه داری و بعد مثلا فوت میکنی، میرسه بعدی اون بدهی رو نداره، خونه گنده داره، با بیس بزرگتر شروع میکنه. اصلا پشمات بریزه. یکی از کاری که کرده یارو، چون من داشتم داستان یارو میخونم 4 تا جنریشن پیش این کارو کرده، الان جزء پولدارترینان، نمیدونم راکفلر بود یا نه، ولی در هر صورت یارو کاری که کرده برای نفر اول اومده لایف اینشورنس گرفته 5 میلیون دلار. خب یعنی مثلا من برای بچه‌ی خودم الان 1 میلیون گرفتم، اون برای بچه‌ش 5 میلیون گرفته،
بعد گفته وقتی بچه میمیره همه این پولو بذار تو پسنداز واسه بچه بعدیش. یعنی میگفت اگر این تو زندگیش هم همه چی رو به گم بکشه، با مرگش آردی ریپلیس میکنه همه گندشو، میمیره واسه جنریشن بعدی. چون میگفت مثلا 5 میلیون دلار میذاره واسه نوهش و اون ادامه پیدا میکنه، دوباره بابایی که میمیره واسه نوه، دوباره بابایی که میمیره واسه نوه، تو این تایم دیگه نوه شده با بزرگ بعدی، دوباره اون میمیره واسه بابا نوه، و این عدده هی داره بزرگتر میشه. نفر اول 5 میلیون اینشورنس میگیره، نفر دوم 10 میلیون اینشورنس میگیره و اون پول اینشورنس بیلتین شده تو اون پوله که اینشورنس اولیه میده. اینشورنس میخوای بخری 1 میلیون، وقتی 5 میلیون میده 1 میلیون میدی، اینشورنس میخری 4 میلیون میذاری اونجا، برای نفر بعدی 10 میلیون میگیری 2 میلیون اینشورنس میخری، هی اینشورنس هم میبره بالاتر. بعد اون میگفت اگه بچه موفق باشه وقتی بمیره یه عالمه پول داره به علاوه لایف اینشورنسش. میگه اگه هیچی پول نداشته باشه لایف اینشورنسش تمام گندش و لوزر بودنش هم پاک میکنه واسه جنریشن بعدی میره جلو. یعنی انقدر این داستان قدرت پیدا میکنه که تو گاوم باشی تمام زندگی تو به نجس هم بکشی باز میتونه ادامه پیدا کنه. خیلی جالبه. همینطور شد. ترامپ 400 میلیون دلار پول باباشو به گند کشید توی همش از دست داد. یعنی پولی که ترامپ از پدرش گرفته بود و 30 سال میذاشت تو S&P 500 الان پولدارتر بود. آره هیچ کاری نمی‌کرد. هیچ کاری نمی‌کرد، خیلی موفق‌تر بود. خب اما مطمئن باش اگه خوشم میاد این کارو می‌کرد. یعنی مطمئن باش، چون این آدما نمیدونم چرا احساس نمی‌کنن. تو وقتی اون 400 میلیون رو بذاری بعد از 7 سال پول شده 800 میلیون. میدونی بعد از 7 سال بعدش شده 1.600، بعد از اون شده یهو 3 بیلیون دیگه. اصلا دیگه تو نمیتونی وایسی. دقیقاً در صورتی که تازه شده بود 3 بیلیون توی دوره قبلی. میخوام بگم که این همه زور زده تبلیغ کرده، از دید S&P average نگاه بکنی یه فیلیره. اصلا این بیزینسمن خوبی نیست، یعنی پایینتر از عادی ترین بیزینس این برنامه چیز کرده. ولی چرا قویه؟ چون که نسل قبلیش خوب چیده پایه رو، و این به عنوان یه بچه که شروع کرده میگه من وقتی کارمو شروع کردم اگه لون کوچیکی که بابام داد 1 میلیون دلار بود، مردم میگن آقا تو میفهمی یعنی چی 1 میلیون دلار، میگی لون کوچیک داده بابا. و این کاری که تو داری برای بچه‌هات میکنی اونها رو به یک نسل کاملا متفاوت و موفق تبدیل میکنه. آره حالا همه اینا رو گفتیم، ولی داستان اینه که من یه خورده کامنت ها رو خوندم این چند تا اپیزودی که حالا ریلیز شده دیدیم، و بعد دیدم که اتفاقا یه سری از مخاطبای 60 شروع کردن و نوشتن که من انقدر پول داشتم انقدر فلان، شروع کردم سیوینگ و اینا، دمتون گرم و اینا تشکرم کرده بودن. و ضمن این که حالا داداش آره برادر خودم هم شروع کرده به سیوینگ که من اصلا باورم نمیشد، چون داداش من مدلی بود که خیلی همیشه باید بهش میگفتی آقا پولتو سیو کن، آقا تو رو خدا یه ذره سیو کن، 1000 تومان سیو کن، 2000. میدونی آدمی بود که به این راحتی تو خط نمی اومد. ولی خب خیلی خبر خوبی بود که من شنیدم که آره گفتش. آره به خدا من اومدم تو خط تو شروع کردم سیوینگ و همش هم تاثیرات 67. بعد دارم بهتون میگم اگه رو حساب کتاب به این جلو آب از آب تکون نمیخوره. این مثال سیگار منو جدی بگیریم، این بزرگترین تست دنیاست که من حرف منو ثابت میکنه. نصف دنیا، حالا الان شاید اینجوری نباشه ولی نصف دنیا سیگار میکشیدن. یعنی هر کشوری که میرفتید نصفشون سیگار میکشن، نصفشون سیگار نمیکشن. دختر داشت، پسر داشت، بچه داشت، پیرمرد داشت، پیرزن داشت، دکتر داشت، مهندس داشت، دزد داشت، قاتل داشت، همه جور آدم. تمام آدمایی که سیگار میکشن وقتی تو حساب کنی تو لایفشون بین 1 میلیون تا 2 میلیون دلار پول اینوستمنت رو ریختن دور. دوباره نرین بگین اگه سیگار میخرید میشه 70000 دلار، اگه 70000 دلار اینوست میکرد میشد 1 میلیون، 2 تا 70000 دلار میشه 2 میلیون. پس همه آدمای سیگاری بین 1 تا 3 میلیون دلار پول ریختن دور تو زندگیشون. ولی تمام آدمای غیر سیگاری 1 میلیون تا 3 میلیون دلار ندارن. چرا؟ ولی تک تک اونایی که اگه سیگاری نیستن، اگه سیگاری میشدن 1 میلیون تا 3 میلیون دلار اینوستمنت رو میکشیدن، ولی چون سیگاری نشدن فقط نکشیدن. خب آقا اگه سیگاری نیستی جمع کن دیگه. یا اونی که سیگاری که توی دریوش که داری به دود میزنی، تو که حتما باید جمع کنی. باز اون که میگه آقا من نه دود میزنم نه جمع میکنم، تو که دیگه داری به گم میکشی به حالم فکر کن دیگه. این زیر پول زیر بالش پیدا میکنی $10 که به سیگار تو بخرین چون معتاد سیگاریم.
حالا خب دردم سریع کن، معتاد زندگی هستی دیگه، معتاد مگه پول نیستی، معتاد مگه خوشحالی نیستی، معتاد رفاه مگه نیستی؟ خیلی که اعتیاد اینا قشنگ‌تر و بهتر و خواستنی‌تر از اعتیاد به سیگاره. اگه گو سیگار انجام میدیم چرا بس این که انجام نمیشه؟ فقط نفهمیه دیگه. آره حالا اونقدی هم مثلا عدد برای خودش خوبه، چون میگفتش که من مثلا توی 2 هفته با روزی 5000 تومان یا مثلا 10,000 تومان و اینا 500,000 تومان رو مثلا که کرده 1,100,000 یه همچین عددی. اصلا مهم نیست. ببین من اصلا چون من فقط درصدی فکر میکنم. من همیشه میگم آدما باید از درآمدشون که دارن و یه درصدشون رو بزنن واسه اینوستمنت خودشون تو 60 70 ازش بکشن بیرون. حالا کسی گفتم میتونه 30 سنت بذاره 30 سنت بذاره. اون کسی که داره $10,000 در میاره 20,000 در میاره گوسفند داره ماهی 3,000 $6,000 نمیذاره. وقتی هم که من با این آدما حرف میزنم از جلو میگم آقا تو 20 داری در میاری چقدر اینوستمنت میذاری، بعد میگه هیچی، واقعا اکثرا میگن هیچی، یعنی نمیگم مثلا 100 دلار. وقتی میگه هیچی بعد میگم 10 باید بذاری میگه پولی نمیمونه. چون انقدر خرجا رو چون پوله هیچ وقت نمیشه سر کار بگن که او تو هادی بیا 20 تا. نه، اول میان 7 میبرن تو، بعد میکنن 10 تا، بعد یه بونس بهت میدن، بعد میکنن 14 تا. و تو چون این خیلی تو این ریلکس داری میری جلو، تو هم حواست هست 7 تا نمیشه 10 بگو یارو یوگا هم اد کن، اون بگو دیگه بیاد خونه ما نمیریم کلاس، پس بیا اینجا هم یه دونه بسازیم سالن، بونس داره میاد بیا آشپزخونه رو درست کنیم. تو همیشه آماده ای که پوله رو به فنا بدی، یعنی تو پوله که بفهمی داره میاد پوله رو داری به فنا میدی. من 2 نفر آدم رو که میشناسمشون و نزدیکن فامیلمن، یکیشون ماهی تقریبا 20 تا درآمد داره، یکیشون تقریبا 13 14 تا. یعنی خانواده بچه‌م ندارن، خانواده $34,000 پول در میاره. سنشون هم همشون بالای زاییدن بچه است، بچه هم تو آینده نخواهد بود. این خانواده که 34 تا داره در میاره یه روز اومد به من گفتش تو چقدر در ماه پول میذاری کنار برای اینوستمنتت؟ گفتم $7,000. بعد یهو برگشت من نگاه کرد گفت تو ماهی $7,000 میذاری واسه اینوستمنتت؟ گفتم آره. بعد ششاش به من اینو گفت که اوکی دیگه داره دروغ میگه، منم که نمیتونم جوری ثابت کنم، چی بهش بگم بانکتو نشون بده. چشاش اینو به من گفت و رفت. یعنی باور من میتونم مطمئنم که باور نکرد. از اون شب مثلا شروع کرد گفت آ سوال دروغه. ولی حالا ساید اون ورشو کاری نداریم. به این فکر بکن که انقدر براش عجیب بود حتی دوبار سوال نپرسید. یعنی خیلی مطمئن گفت اوکی این که داره چرت و پرت میگه دیگه، اصلا من ادامه ندم. دیدی میرسه به یارو میگه زمین صافه، میگه اوکی دمت گرم برم من دیگه با تو حرفی ندارم بزنم. اینا همونطوری بود. دیدی اوکی دیگه من این شروع کرد چرت و پرت میگه. تو که میگی بگو 15 بگو 100 تو که عدد خود در میاری. خب میدونه چقدر تو مثلا پول در میاری، درآمدت چه جوریه؟ شاید گفته او این که خیلی درآمد. اونم میدونه که من کار نمیکنم. خب من همه دیگه الان دور و بریام میدونن که من معروف بیکارم. پول داره بیکار. واسه همین براش خیلی عجیب بود و برای منم حالا اونوری عجیب بود که چقدر اینا اسکلن که 30-40 هزار دلار در ماه درآمد دارن. من اگه 30-40 هزار دلار درآمد داشتم یعنی مثلا ماهی 30,000 دلار داشتم میکنم توی حساب کاری ندارم بکنم. با تو ماهی 10,000 میشه زندگی خیلی خوب ستاپ کنی واسه خودت، پرفکت زندگی بکنی، 30 تا هر ماه بکوبی توی حسابت. بعد از 1 سال 500,000 داری، 2 سال 1,000,000، 3 سال 1.5 میلیون به علاوه بونس 1,700. دارم میگم مثلا یه پولی میشه در آورد که باور نکردنیه، ولی هست و مردم نمیکنن. بعد وقتی هم زندگیشو نگاه میکنی اینجوری نیست که مثلا یارو داره خاویار میخوره و اینا. خاویار میخوره ها، ولی مثلا 2 ماهی یه بار کوچیکترین ظرفو میخره، کسی هم دعوت نمیکنه که خودش بتونه فقط بخوره که کمه ها. اینجوری نیست که مثلا یه خاویار 1 کیلویی میخره ما هم دعوت میکنه میگیم بریم خونه فلانی خاویار خوری. نه، خرج خیلی توپه مثلا. این تکنیکلی تو هم بخوای منم بخوام میتونیم خاویارا رو 2 هفته 2 ماه یه بار بزنیم. نمیمیریم مثلا $300 در 2 ماه به فنا بدیم. همونجوری که رفتیم کازینو یه دقیقه میتونیم خاویار بخریم. دارم میگم یعنی اینجوری که مثلا زندگی رو میبینی خب اوکی نگاه کن یه رفیق دارم خیلی پول داره، خیلی وضعش خوبه، اصلا این چیزی میشنوی. بعد تو ایران بودم و داشتم باهاش حال میکردم و چیزم داره اقامت کانادا هم داره، ببخشید اقامت یک کشور دیگه هم داره. بعد
بهش گفتم که دود تو چرا تو ایران زندگی میکنی؟ چه پا نمیشه بریم مثلا کشوری که مثلا آزادی هست و رفاه و خوشگلی و تمیزی و هوای خوب و فلان. و یه گفت کوری؟ همین جوابش کافی بود، چون گفت زندگی من نمیدونی تو چه لولیه اینجا، مثلا 10 تا کارگر فقط بغل من هست، مثلا تو خونم و 100 تا مثلا آدم هر کی اینو بخره برج 40 طبقه میسازن روش. میفهم چی دارم میگم؟ این یارو تو اون لول داشت توپ میزد. بعد این که به من گفت مگه کوری؟ گفتم خب راست میگه دیگه، من میفهمم هوای کثیف رو حاضرم تنفس کنم، پلیس بیادم گیر بده، نتونم پارتی بگیرم، کلاب نداشته، مشروب راحت نباشه، همه اینا رو میتونم ببینم به خاطر این. ولی اینایی که من دارم بهتون میگم از درآمدشون هست 10 تا 20 تا 30 تا درآمدهای بالا دارن، زندگیشون نرماله. یعنی تو لولی که مثلا یکی دیگه رو میشناسم درآمدش مثلا یکیشون هست 22 تا، اون یکی درآمدش هست مثلا 8 تا 9 تا، مثلا اینا دوباره 35 تا درآمد دارن دوتایی. یارو 30 سال اینجاست، جفتشون بالای 30 سال اینجان، تا حالا مکزیک نرفتن. بعد خونه اینا هم دارن مثلا؟ آره خونه بزرگ، خونه 6 میلیونی دارن. خونه 6 میلیونی دارن ولی یه بار بپرسی شاید یه بار مکزیک نرفته. اینجوری نیست که مثلا علاقه داره به فرانسه میره فرانسه مکزیک نرفته، نه فرانسه هم نرفته، هیچ جا نرفته، فقط تو خانه ونکوور بوده. یه فک و فامیل دارن تو یه دونه قاره دیگه، میرن خونه اون که بچه‌شون تو سن مثلا 17-18 که داری عشق مسافرتی میگه بابا حسین ندارم بریم میریم تو خونه اونا، میشه خونه خودمون نشستیم که بهتره. میفهمید چیه؟ مثلا فکر کن یکی فک فامیل شما داشته باشین، از ایران پاشن بیان خونه ما بشینن تو اینجا، بعد میگم ونکوور چیزی دیدی؟ میگه نه. جایی رفتی؟ نه. رفتی خونه شب قرمه سبزی درست کرده بود فاطمه خانم، بعد مثلا شب دوم کشکی بادم جون زدیم، بعد رفتیم سوپر ایرانی برنج خریدیم، مارک مثلا برنج تخمی چون مثلا کشی خودت بهترم از ایران اومدیم. مثلا این مسافر اینه که رفته بودم اروپا. چی کار میکنن پولا؟ جمع میکنن دیگه، من نمیدونم چه گویی میخورن، یا جمع میکنن یا که تو میگی که جمع نمیکنن احتمالاً. ببین من اینم مخالفم دیگه، یه سری آدم‌ها اصلا فقط جمع میکنن، یه سری اصلا آدم‌ها گاون. بعد خیلی جالبه 90% گاون، 10% الاغن. من میخوام چیزی بین گاو و الاغ پیدا کنم. یعنی هم پول جمع کنی هم اشغالت هم بکنی. آره مثلا دیگه همه رو جمع کنی. پاشه کادو گرفتم، کجا رفتیم بهش یکی ایدی داد، ارزش هم نمیاد، بگو $100 بهش یکی $100 داد، بعد اومد $100 داد به من، گفت اینو بذار تو اینوستمنتم. در آوردم 20 تا بهش دادم، گفتم اینو برو بذار تو کیف پولت. گفت تو کیفونم پول هست. گفتم مهم نیست، هر پولیو که در میاری یه مقدارشو باید بذاری واسه حال و هول. دقیقاً. میدونی اینم باید باشه. نمیخوام معرفی کنم من دیوونم میگم پولو جمع کن، میگم آقا پول جمع کنه یا شروع کن 1% از درآمدت. حالا اگه دیوانه ای بکن 80%. اگه دیگه این گاوایی که دارم صحبت میکنم دیگه 5% 10% رو به زور بکن توش. یعنی به نظر من روزی که، چون من وقتی کار نمیکنم خب واقعا درآمد ندارم دیگه، روزی که اومدم این 6 سال پیش این حسابا رو با همین رفیقم که میگم این کارا ستاپ کردم، خانومم من نگاه میکرد میگفت سهیل این یارو الان اومد اینجا تو قرار ماهی بهش $4000 پول بدیم؟ گفتم آره. بعد گفت از کجا قرار این پول بیاد؟ کار که نمیکنی تو. گفتم من حاضرم پول بانکو ندم، پول غذا ندم، این پولو بدم. گفتم اگه من پول دارم پول مورگیج بدم گوه میخورم پول خود 67 مو ندم. اگر پولم لیمیتده گور پدر بانک، بذار پول خودمو بدم. یعنی من آدما سیوینگشون اولین چیزیه که میزنن، یعنی اول ماه که برسه میگه خب یه سینما یه فیلم قشنگ اومده، یه شو اومد، ابی داره میاد بخونه، بریم $100 نفری بدیم، میگه اوکی این ماه اینوستمنت رو نمیزنیم میریم ابی. یعنی واسه یک کنسرت تخمی $200 رو از من میبره. بعد ماه دیگه رفته بودم کاسکو، یه کیف قشنگ آورده بودن، یه مجسم، یه دونه درخت کریسمس برای ما مسلمونیم حالا، یه دونه کریسمس جدید آورده بودن قشنگ بود، من اینو خریدم. ماه بعد کلاس فلان نوشتم بچه‌مو، هر ماه یه دلیل از این اینوستمنت رو بزنه. و من گفتم خیلی عجیبه که چرا آدم‌ها اینقدر راحتن با بین بردن خودشون. اجاره خونه‌شو که میده،
مورگج بانکو میده، پول ماشین رو میده، پول نمیدونم بیمه رو میده، پول همه رو میده. اولین چیزی که به جهنم خود 67مه. من میخوام با این بجنگم، من میخوام اینو تو مغز آدمایی که وقتشون رو میذارن واسه ما عوض کنم. این دو قرون بنده واسه این اپیزود. حالا در راستای صحبتی که کردی، یه تغییر کوچیک میتونه بعضی چیزا رو یعنی به نفع آدم بکنه. از حالت، یعنی همون کاری که داری میکنی میتونه به ضررت باشه از لحاظ مالی، به نفعت یه کاری کنی به نفعت باشه. چجوری؟ تو میخوای یه عشق و حالی بکنی، یکی هست که به این فکر کنی که اوکی من اینو به عنوان عشق و حال بیام یه پولی رو بذارم کنار، برم این مسافرت رو و بشه مثلا انقدر هزینهش. یکی هم اینه که یه ذره هوشمندانه تر با این هزینه ها برخورد کنی، بگی که من یه همچین عشق و حالی رو میخوام بکنم، آیا میشه این رو در قالب هزینه‌ای گذاشت که به من از لحاظ مالی هم کمک بکنه؟ فکر کنم متوجه میشه منظورمو. مثلا یه بیزینسی هست، یه کنفرانسی هست، یه کاری هست که اون جایی که من میخوام برم میتونم انجام بدم و حالا مسافرتم هم اونجا میندازم و چون یه بیزینسی دارم که مرتبط با اون کار و میتونه همزمان باشه، من از طرف کار خودم به اسم کار خودم، به اسم بیزینس خودم میرم سفر بیزینسی و همون عشق و حال رو هم دارم میکنم. نهایتا اون $1000 که قرار بود من برای هتل و غذا و اینا بدم، قبلا داشت میرفت به اسم انترتینمنت، الان میره به اسم بیزینس اکسپنس و از درآمد گروس هم که $5000 بود، $1000 کم شده و من اگه میخوام مالیات بدم قبلا باید از مالیات $5000 میدادم، الان 4 1000 تا هم میدادم برای انترتینمنت، الان مالیات 4000 تا رو میدم چون اون اکسپنس ده. کلا من سیوینگ رو هر جا ببینم دوست دارم. همیشه هم تو زندگی دیدم هر آدمی که سیو میکنه یا حواسش هست و بهش میگن خسیس و مسخرش میکنن. یه مثال میزنم، یه دختری من میشناختم، شاید من بگم 20 سال من این آدم رو میشناسم. این تو 20 سال گذشته نمک و فلفل و خردل و کچاپ و اینا نخریده با ماینز. هر دفعه هر رستورانی که بره سس میگیره، فقط همین میگه میشه 5 تا سس بگیرم، اونجا باشه سس برمی داره. بعد که میره خونه یه دونه جعبه کچاپ داره، این سسا رو میبره میریزه تو اون کچاپه، نمکا رو باز میکنه میریزه تو نمکه، فلفل هم باز میکنه میریزه تو فلفل دونه. و این کارو هر وقت فقط میره بیرون میکنه، یعنی نمیره بیرون با خاطر این کار. بعد همیشه هر کی اینو میفهمه اینو مسخره میکنه. ولی من وقتی اینو فهمیدم گفتم کاش این زن من بود. میگه چی میگم؟ گفتم چقدر خوبه این یارو، این که داره گفتم ببین تکنیکلی تمام آدمای کانادا میتونن این کارو بکنن. گفتم تو برو ببین چقدر داره سس فروش میره اینجا، ببین چه پولی داره میره واسه سس کچاپ اینا که مجانی هست، ولی مردم به خاطر این وایبی که احمق بودن باحاله و بیشور بودن، نبخشید احمق باهوش بودن بعد احمق بودن و بی فکر بودن خفنه. یعنی اونی که مثلا داره فکر میکنه که آقا من که میرم اینجا، من که یارو سوسو مثلا میگم من همین آمریکا که بودم دفعه آخر، یعنی داشتم برمیگشتم تو راه فرودگاه رفتم این ان اوت غذا خوردم، بعد به هم کچاپ داده بود توی چیزم توی غذام، من کچاپ نمیخوام. وقتی غذام بلند تموم شد باید از این دره میرفتیم ما بریم فرودگاه، ولی من هنوز دور زدم رفتم اون ور رستوران کچاپمو گذاشتم تو جای کچاپ که اسراف نکنم. خب حالا این آدم به جای اینکه این کچاپ رو بره بذاره اونجا، این کچاپ رو میذاره تو کیفش، بعد میومد خونم پروسسش میکرد واسه 1 ثانیه و سر همون کار حتی وقتم کمتر از من تلف میکرد، چون من باید اونوری راه رفتم و برگشتم. تکنیکی هم بگو دست من کثیف باشه، دست من کثیفی گوشام رو سس نفر ولی من سس رو برمی داره میتونم مریضش هم بکنم. یعنی کار من هم غیر بهداشتی هم وقت صرف کرد. این کاری که میکنه هم غیر بهداشتی نیست، هم تو زندگیش واسه 20 سال نه سس خریده، نه خردل خریده، نه ماینز خریده،
نه نمک خریده، نه فلفل خریده، نه هات ساس خریده. مدل متفاوت هم داره، 10 تا مدل هات ساس داره، 10 میدونی کچاپای متفاوت داره. از منظورم ادوانس هم هست، بکاپ هم داره. میخوام بریم پیکنیک، 2 تا سس میاره، 2 تا مایونز میاره، 2 تا خردل میاره، از هممون هم بهتره. یعنی تکنیکلی از بقیه اکویپمنتش بهتره، هیچ وقت هم پول نمیده، کثیفی هم نمیکنه، وقتم تلف نمیکنه. بعد این تو سوسایتی دهاتی و خنگ و خسیس و احمق و چسخوره. بعد تو همه کاری هم ریز انجام میدین، خیلی باحاله. مثلا من یه بار دیدم که توی اتاق پاشاینا، تو اتاق بچه‌ای، روی این میزشون یه جاش یه خورده کثیف بود. بعدم ساحل اومد اونجا داشت میچرخید، گفت من هر سری میام این کثیفیه رو یه گوشه‌شو یه ذره پاک میکنم. بعد میگفت مثلا بعد یه هفته یا مثلا 4-5 روز میبینم اون کلا دیگه تمیز شده، از بین رفته. یعنی حتی تو تمیز، تو همه چی خورد ریز و واقعا جواب میده. حالا میخندیم ولی به خدا میگم من اصلا باور نمیشه، چون من تو تجربه خودم میبینم، تو زندگی خودم میبینم چقدر مثلا من وقتی تنها زندگی میکردم حتی یک بار خونه‌مو تمیز نمیکردم. هیچ وقت. دیدی تو خونه ها تو کلینینگ دی داری، تو یه روزی هست باید تمیز کنی. من تو خونم کلینینگ دی نداشتم هیچ وقت. هر وقت هر کی میاد تو خونه من میگفت کارگر داشتی امروز، یعنی اینجوری فکر میکردن. چون من وقتی راه میرفتم تمیز میکردم. مثلا اگه راه میرفتم من پله، اینجوری راه نمیرفتم، دستم میگفتم رو پله میرفتم. و فردا که میرفتم زیر راه نمیگفتم. پس فردا هر 3 تا درمیون میگرفتم، چون اگه بخوام همه رو بگیرم باید وایسم پله ها رو، نمیشه. دارم راه میرم یه دونه دومی میکشم، بعد پنجمی رو میکشم، بعد دهمی رو میکشم، بعد روز چهارم همه تمیز کردم. میگم دیگه الان وقت این طرف نمیکنم. دارم راه میرم دیگه مثلا میرسیدم به زیر میز و برم این گوشه رو تمیز کنم، چون میگم هیچ چی نبود تمیز کنی. هیچ وقت هم تمیز نمیکردم. کلینینگ دی نداشتم، کارگر نداشتم، هیچ چی نداشتم. این رو حساب کتاب بودنه. و میگم نمیدونم چرا سوسایتی اینجوری شده. تو یه راه پیدا کردی رو حساب کتاب پول سوس ندی چاقال. چرا؟ چون من کونش ندارم این کارو بکنم، حسودی میشه تو باهوشی، بعد برینم به تو که احساس کنم من باهوشم. این چیزی که من فهمیدم. اشتباه میگم بگین اشتباه میگم. نه دیگه تا حد خیلی زیادی درست. من خودش سس نمیخورم، اگه سس میخورم کارو میکردم. کلیتش قبول دارم. حرف تو در کلیتش قبول دارم. حالا ممکن اگزمپلاش یه جوری نشه که مثل فرمول همه بیان اجرا بکنن. مثلا ممکنه یکی بگه که من سس کچاپم میخوام ارگانیک باشه، اونایی که بیرون میدن ارگانیک نیست. ولی نمک‌ها مثل همه اونایی هم که میگن نمک نمیدونم هیمالی و اینا چیزه، اینا اسکمه. میدونین که مثلا نمک پرپل و اینا هیچ، همش NaHL، همشون همون نمکن، خیلی فرقی نمیکنه که چه بگیری. ولی مثلا ممکنه ارگانیک و غیر ارگانیک اینجا برای یکی فرق کنه. ولی کاری که برای کلینینگ میکنی خب خیلی جالبه. یعنی تو یه فرمول پیدا کردی که سستینبیلیتی میاره برات. یعنی یه فرمولیه که به جای اینکه هی بری جلو همیشه ناراحت باشی، یه هزینه بکنی برای کلینینگ، دوباره بری همش ناراحت باشی، که به جای اینکه 90% خونت کثیف باشه و 10% خوشحال باشی، 100% خوشحالی. و این فرمول سستینبیلیتی خیلی خیلی فقط یکی باید مایندفول باشه که یه فکری گذاشته باشه پشتش، فکر کرده باشه، اینو پروسس کرده باشه، به یه اکشن تبدیل کرده باشه که در طول زمان بشه نگهش داشت. اگه این فکر رو نذاشته باشی هیچ وقت نمیتونی به این مرحله برسی که مثلا تو کلینینگ به نظر میرسه تو این کارو کردی و مسترش شدی، تو خونه ما رو اومدی تمیز کردی. مرسی بالای یخچالم توصیف کرده بودی. خلاص گفتم چه بالای یخچال کسی گفت من بالای یخچال میتونی ببینی، گفتم آره دستمال بده. مثل اینی که مثلا رفتی تو از در واسه رفتی زیر یخچال، بیا بیرون بیا بیرون، زیر یخچال لوبیاست. حالا میخندی ولی چرا شورت پاته این اپیزود؟ با نگین اصلا جوکت هم بامزه نیستش، خیلی یعنی جوکای بابالوسا هستن. دماغتو گرفتم. جوکای شوهرمه. آقا من فکر میکنم 20 دقیقه رو تموم کردیم تو 1 ساعت و 10 دقیقه. اوه 110 خوب هست. خیلی خوب. من دیگه فقط واسه من تمومه. من فقط خواستم بگم که از نظر سیوینگی مشکلی نبوده، همه چیز میره جلو هنوز. آره همه چی رواله، فقط پول اضافه ولی نداشتیم گفتیم ما که بچسبونیم. چرا؟ ببین
حالا به غیر از شیطنتی که کردیم کلا یه الان میخوام اعلام کنم $150 $150 اضافه مون برامون. ولی الان $150 پول تو مسافرت که نیست. نه اکسپنس و آره 150 اضافه به علاوه 200 که بفرمایید، یعنی 350 این ماه اضافه داشتیم. خیلی عالیه، خیلی عالیه. حالا بد نیست دیگه. یعنی چی بد نیست؟ خیلی خوبه، دیوونه نکن. 10% اینکامشو کرده تو چیز، به علاوه اینکه تازه آره اینوستمنت داشته. خب ببین وقتی حساب کتاب رو جدا کنی همین اتفاقا میفته. وقتی داشتم من بهش میگفتم همین اتاق نشسته میگفت چطوری میخواد بشه، من چطوری پول غذا بدم، میگفتی یا نمیگفتی خدایی؟ آره گفتم که نه بیشتر گفتم تا آخر ماهو چیکار بکنم، چون داشتیم یه چی میگن کلا بودجه بندی میکردیم. این بودجه دارم میگم خیلی کار درست میکنه. این بودجه بندی کرد، گفتم آقا ما 300 مثلا غذا میذاریم کنار، خودت داری میگی 300 دیگه، حسابت هم دانشجو 300 ماه پیش ریختی، بیا 300 واسه غذا چی میخوای دیگه. و وقتی 300 رو میبینی، وقتی 220 رو خرج میکنی، میگی بذار دیگه این هفته رو مثلا آشغال نخرم، این 80ش بمونه. این یه ذات انسانیه، نمیدونم چرا، ولی وقتی پول تو قاطی پولا باشه اصلا نمیخوای. و وقتی میبینی بودجت 300 یا مثلا میبینی یه هفته مونده میبینی 150 رو نخوردی، یا احساس خوبی میکنی، میگی این ما فقط $150 خرج کردم. حالا چون مثلا 2 تا مهمونی رفتم، خونه فلانی بهم غذا داد، خودم غذا میخوری کمتر شد، یا تاثیرشو میبینی، میگی نگاه کن الان $150 دارم، بعد آخر ماه مثلا اضافه میزی تو حسابت، بعد این حسابی که الان هادی کرد ماهی 150 تا بود دیگه، حالا ببین این الان آقا 150 تا یه بونس فقط داره، یعنی فکر کن بونساش اگه همین بتونه 150 تا اگه من نبودم گند نمیزدم توش، این ماه 350 بود، ولی کاری نداریم. بگو با گند تازه به 150 باشه، این الان 1 میلیون دیگه سیو کرد روی بونساش واسه ریتایرمنتش. اینطوری بهش فکر میتونه بکنه که اوه بگم همین پس من همینو برم جلو، از این مثلا کام غذا کم بخورم، 1 میلیون دیگه میتونم اضافه کنم به اینوستمنتم، هر چقدر که حالا اون اینوستمنت میخواد باشه. این فکرها اگر بودجه نکنی توی مغز درست نمیشه. با اپیزود اینم کار نمیکنه. اپیزود اینه که من یاد بدم چه غلطی من دارم میکنم که داره کار میکنه، رو کسی هم که تست میکنم داره کار میکنه، اینجا نشسته که حرف بزنه، یه دکترم اونجا هست که ریاضی اکسلش واسط بکشه دیگه. واقعا اگه نمیخوای گوش بدی دیوسی دیگه، چی بهت بگم. نه گوش بده. دمت گرم محمد. من این اپیزود قبلی هم که برگشتم حرف سهیلش دوباره شنیدم، دیدم که گفت که هر چیزی که بالای 0 رو ریسپکت داره و واقعا ریسپکت داره. و یادمه که اون موقع در مورد $40 صحبت میکردیم. الان تازه با کلی ویست و اشغال 150 خیلی خوبه. آره اون مال اینوستمنت داره، اون موقع اینوستمنت نداشته میگفت 40. آره اون مال 2 هفته بود اصلا، اون هنوز 1 ماه نشده بود، واسه همون من 2 هفته رو یا 1 هفته رو صحبت کردم. دروغ میگه، آدم بعدی بود 2 هفته خوب شده. تاثیر من تشکر. نه دمت گرم. چه چیز دیگه اساسا کات کن اینجا تصویر قطع کن، محمد نیست دیگه. خب I love you guys، من برم. کجا رفتی؟ تموم شد برنامه دیگه. امیدوارم که به همه ثابت شد.